دیونی زودتر واسط خوب است؟ خوب هستم. بسرم سخت دادم. خیری با خدمات سوختار خاموش کنی خبر بده. سردارم زنگ میزنم لیکن برام کجا شد؟ آیا یگون کس رو آمده بود؟ آقای سینان کی آمد؟ شما دیدید؟ یگون کس رو ندیدم. الو дарҳол ба сурғаи шиле сари панир як мошини оташхомӯшкунак ба ёрии таъҷилӣ равон кунед. шунидед? бисёр хуб. тамом ҳал кардам. давай آقای مسار رسیدید یا نه؟ سینان با ما می باشد اما بران نیست. و گمانم کسی آمده بران را برده است. شما خودتان خوب هستید؟ بله خوب هستیم. سینان را با بیمارخانه میبریم. مایلش. ممدوح زنگ نزد. معلوم که بران را با موفقیت نجات داده است. دیوانه قریب بود که ما را کشد. اگر نمی آمدی هر دوی ما را آتش میزد. اولی جناب با کجا می رویم؟ به خانه می رویم. به خانه. خوب شده است. آرزو با مینیک در علاقه شو. آخر تلفن ندارم. خدایا دیوانه میشوم. بران چرا تلفنش را خاموش کرده است؟ آرزو به تلفن جواب نمیدهد. یک دقیقه. لبای منم آرزو. آرزو کجا شدی ها؟ گوش کن. از برام خبر داری؟ چند ساعت شد که او را نمیابم. یک جا می باشیم. تو نمیدونی که به سرمون چی حادثه اومد؟ نه به خدا. وقتی که اومدیم میفهمونیم. با برام میدهم. با تو گفتنی دارد. مرحمت اولی جناب. مینیک مرا گوش کن. اولی جناب سلامتیتون چخیر؟ خوب هستید اولی جناب؟ احوال پرسی را بس کن. حالا مرا خوب گوش کن مینیک. ما با مکان خودمون می رویم. از تو یک خواهش دارم. در حال اتفاق قوه‌های ملی را جمع کن. همه را دعوت کن. سردارم او را با اتاق جراحی بردم. سردارم بخیر است؟ سینان را از آتش خلاص کردیم. خودتان چه حال دارید؟ خوب هستم. لکن بران را از دستمان گریزاندند. چه خیل گریزاندند؟ باز چه خیل شود؟ کدام شخصی میدانسته آمده او را برده است؟ ممدوح خودی خودش. بله و فکر من هم. چرا او را زنده ماندند؟ برای آنها را دستگیر نکردن ما را آواره کردند. ممدوح اونجا را از کجا یافته باشد؟ 5 دقیقه پیش از رسیدن ما این کارو کرده است. خدایا توبه. نخواد که از طرف ما کسی خبر داده باشد همینطور؟ نه یکا چون این فکر کردن خطا است. آخر از طرف ما کی خبر میدهد؟ آقای مسهر؟ آقای مسهر؟ چی کار میکنی برات؟ یکی از چراغک‌ها سوخته است. این را عوض کردم. یگان کس را جیغ زن. چرا تو به این کار سر و کار هیچ گپ میکنی؟ نیست. اولی جناب چنانه که فرمان دادید عضوهای اتفاق قوه‌های ملی می آیند. بسیار خوب بیایم. تو بازدید سردارم. خوش آمدی برات جان. معلوم شد که ممدوح بران را نظارت کرده است. من این خیلی فکر نمی کنم. پس چرا به آنجا رفتنش رو منتظر شد؟ چرا انتظار شد تا همه را آتش زند؟ درست. از طرف ما یگان کس خبر دادنش امکان ناپذیر است. اگر خبر دهد هم اینقدر زود با آنجا رفتن نمیتوانست.
کو بینیم سیدان به هوش شاید چی میگفته باشد؟ یک دیسک داده بود همیخینه سردارم. بله، در آن دیسک آید حجت‌های در خزینه بوده معلومات هست. احتمال حجت‌ها آید بران باشد. اگر این خیل باشد از گمان کردنم دیدم مهمتر می باشد. ها رفته گرفتن در کار. دیدم این برایم چیزهای مهم شاید یابیم. میرم خیری. روی چی خیری سردارم؟ من از پگاهی باز در اینجا بیکاری سادم. دیوانه شدم از بیکاری. من با سردارم میروم. زودتر باشید آقای مسر. واخری آغاز می‌یابد. مایلش. همه از پی کارش شود. شما به خانه سینان روید. لیلا تو در اینجا می ایستی. باید یک دو کار را با تو حتما حل شده است آقای مسر. برای نفسه میگید. میرویم سردار. مرحمت سردارم. وای 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 عالی جناب، خوش آمدید. خوش باشی کیامی. نوری دید تاجی سر. تشکر. بچه ها شما در اینجا ایستید. ایتار سردارم. عالی جناب خوش آمدید. مرحمت گذارید. تشکر. عالی جناب خوش آمدید. آیا دیر کردم مینیک؟ نه جانکم، در وقتش آمدید. آقای بران منتظر شما می باشد. بچه ها همینجا استید. مرحمت. خوب هستی برادر؟ تشکر میکنم. از پی کار بار است. امیدوارم که خوب هستی. برادر خوب هستی؟ خیلی شد که ندیدیم. خوبم، خودت خوب هستی؟ چون همیشه کار میکنیم. امروزها بسیار سیرکار شده ایم. زود آخری های مخفی شده ایستاده است. ما هم از پی همین. شینید ناراحت نشوید. مرحمت. مینیک مرحمت. میتوانی مجلس را آغاز کنیم. دوستان گرامی قدر گروه های مخالف، ملتچیان، آزادی خواهان، اتفاق قوه های ملی و برادران انقلابچیان، برای سخن مرا رد نکرده و زحمت کشیده به اینجا آمدنتان تشکر گفته در حال موضوع را آغاز میکنم. چنانه که میدانید در پیش عملیات های زیاد ما را انتظار است، اما وقتمان بسیار کم است. سبب جمع آمد ما پیشکش نمودن نقشه های و عملیات های پیش از انتخابات بوده را بررسی کردن است. این نقشه هایتون را به شما چنان نشان میدهم که اگر 1000 سال هم که فکر کنید به سرتون نمی آید. انا بینید کیامینیک سخن را سر کرده است. ثبت کرده ایستاده ای؟ نگران نباشید، تمام سخنهایشان را نقطه به نقطه ثبت کرده ایستادم. برای انتخابات وقتی کمی مانده است برادران. این معنای آن را دارد که ما باید در مدت انتخابات اغوا اندازی و زد و خورد را بیفزاییم. آیا در نیم راه ما را تنها نمیگذارید؟ این چه سوال است کیامینیک؟ گویا یکمین مراتب است که کارگرد ایستادیم. آیا پیش از انقلاب سالهای 80 یک جا شده کار نکرده بودیم؟ نقشه های این انقلاب را یک جای شده تیار نکرده بودیم؟ اینقدر تیز فراموش کردید؟ البته که فراموش نکردم عالی جناب. من مثل پشه هستم، اما خاطرم مثل فیل بزرگ است. تنها خواستم که این را خاطره سان کنم. دوستان عزیز، حالا به شما یک موضوع مهم را میفهمانم. سیاست ارکین کاندو که سالهای دراز پس پرده فعالیت میکرد باید حالا فعالیتش را افزونتر کنیم. برای همین به هر یک حزب شخصانی خودمان را باید جایگیر کنیم. همین طریق صدای ما بلندتر می شود. این خلق شود از پس پرده نیو بلکه در بین صحنه جای می گیریم. سیاستی که سالهای دراز دیگران او را عملی میکردند اکنون خودمان عملی میکنیم. به هر یک حزب از نام اتفاق قوه‌های ملی نامزدهای خودمان را جایگیر کردیم. الکی این یک پیشروی است. ترکیه را به حال اول خودش برگردانیدن. وطن دوستانی که در محکمه سیورتپا دستگیر شدند
آنها را آزاد کردن، در مجلس ملی آنها را با شکوه پیشواز گرفتن و با قرار دولت همه آنها را با آردنهای شرف سرفراز گردانیدن در گردن همه ماست. قابل ذکر است که تا حال طلبات‌هایمان را عملی نکرده اید. شما را به کوهستان برآوردیم، کامیاب نشدید. به شهر آوردیم، باز کامیاب نشدید. چنانه که بران بزرگ آید سیوری تپه سخن کرد، اگر پرونده های ارکن کاندو و ججکا وکیل ملت انتخاب شود هم احتمال آنها را آزاد نخواهد کرد. متاسفانه حقوقچیان خودمان نیز این خبر را به ما رسانیدند. باید پیش راه محکمه را با فتنه و اغوای شهروندان بگیریم. این کار شرط و ضرور است. نگران نباشین، شما خودمون حل میکنیم. مادامی که بمب ها را در کوچه خیابان ها استفاده نبردیم، پس آدم های خودمون را در مجلس جمع میکنیم. آدم های ما با مجلس درآیند، باقی مانده کار آسان میشود. اصلا برای استفاده بردن مسئله های دینی کمی دیر ماندیم. عملیات نماز جمعه برباد رفت. یگان کس هم خبر نداده بود. نقشه شما معلوم است. سالهای دراز ضد دین مجادله کرده. پیشوای در جزیره بودهتون در سالهای مکتب خانهش میگفت که مسلمانان همان ترکان فاشیستند که به کردها خیانت میکنند. وقتی که بعد از جنگ موفق شد خودش را پیغمبر اعلان کرده است. دست به کتاب نوشتن زده است. آیا کی نماز شما را باور میکند؟ حالا باشد نماز جمعه میگوید. البته که کسی باور نمیکند. چیکار کنیم آقای مینیک؟ پیشوای ما آن کتاب ها را تنها خودش ننوشته است. آن چیزی که شما گفتید آنها را نوشته است. آن را گناهکار کردن عیب است. در منطقه خودمان روز تا روز خلق از ما روی میگردانند. اگر دانم که حاجی شدن فایده ای دارد در حال به حج میرفتم. در کار شود 1000 امام خطیب روان میکنیم. امام گفته مقصدم رو فهمیدی؟ یعنی امام قلبکی. مردم رو کم دلگرم میکنیم. باز چی میخواهی؟ مسئله اساسی این که ما باید پیش از انتخابات مردم را با پا خیزانده اغوا اندازیم و حمله بزرگ کنیم. نگران نباش. بعضی از نامزدها را از روی خط نیست کردیم. این باشد به نفع اتفاق قوه‌های ملی بوده. در منطقه‌ای که نفوذ کردها زیاد است باز هم به فایده ماست. این عمل ما زمینه برای خواست شما تیار میکنند. همه رو به خاک یکسان میکنیم. تمام حزب‌های ملتچی از این عمل فایده میبینند. گناه این کار را باشد به سر حزب اقتدار خودتان را بیچاره و مظلوم نشان دهید. مردم به کوچه خیابان ها میبرایند. ما را در مجلس نمیخواهند گفته داد و فیغان میزنید. این حادثه سبب زیاد شدن ترور میشود. در شرق حادثه های تروریستی زیاد شود. در غرب حسی ملتچگی زیاد میشود. پس به سر حزب سر اقتدار بوده ضربه سخت زده خواهد شد. فکر عالی جناب. گوش کنید. مرحله پیش از انتخاباتی شاید مهمترین فرصت برای ما باشد. میفهمید؟ هرگز این فرصت را از دست ندهید. حالا خوبتر فهمیدید که چرا ما ضد ریفرندوم حرکت کرده بودیم. از بین شما هر گونه صداهای ناشایان بلند شد. آخرین چیزی که این دولت صاحبی آن می شود این دادستانی بی‌طرف و دموکراتی می باشد. اگر این گونه دادستان به سر قدرت آید پس کار ما خاتمه می یابد. اگر قانون‌های نوی سرقانون هم به فعالیت گذرد با شرافت نقشه‌های دادستانی خودمان صاحب موقع‌های برگزیده می‌شویم. مسئله کاغذهای قلبکی انتخاباتی را فراموش نکنید. مرحمت. با این خوبتر دقت دید، مخصوصا در قسمت شرقی فعالیتتان خوبتر است. دهات به دهات، خانه به خانه گشته کاغذهای قلبکی را تقسیم کنید. اگر لازم شود در سر صندوق انتخاباتی برادران سلاح به دست را میمونیم. کاغذهای اساسی را گرفته کاغذهای قلبکی را میاندازیم. همه را نام به نام میشناسیم. کسی از این کار دستکشی میکند آنها را پرانده به اخلاط‌ها میپرتوییم. ما صاحب مطبوعات میباشیم. چقدر که از این کاغذهای قلبکی لازم شود چاپ میکنیم. به هر حال گفته نمیشود. شاید که این کاغذها را استفاده نبریم، چنانه که آخران مراجعه کرده بودیم. نامزدهای گروه تروریستی را به خلق نشان دهید و مهر را به آنجا زیر کنند. چه که نباشد آنها نوشتن و خواندن را نمیدانند.
میترسم که در مدت این انتخابات از تخمینی کرده‌امان بسیارتر خونریزی می شود. آنها بسیار تیاری خوب دیدند. امام خطیب‌های قلبکی تیار نموده پس از نام دولت برآمد میکنند، مردم را تهدید کرده آوازها را جمع میکنند. اگر کامیاب نشوند کاغذهای قلبکی برای انتخابات تشکیل کرده چاپ میکنند. آنها از حدی بد گذراندند آقای مظهر. معلوم می شود که رفیقانی در خارج بودهشان این دفعه آنها را بسیارتر تشویق کردند. شاید گفته باشند که 100% همه را به دست خودمون میگیریم. نقشه های نامزدهای انتخاباتی را مکمل ساختم. بعد از زحمت و تلاش های چندین ساله چنان کاری کردم که تمامی هستی و نیستیم را آشکار کردم. گفتم که قوه اساسی در دست من است. پنهان شدم. وقتش که آمد زمینه خودم را تشکیل کردم. از این کارهایم با عقل ترین آدم که کایمینیک است بیخبر بود. گمان کرد که من در انتخابات نوبتی مغلوب می شوم. آلی جناب شما چه میگویید؟ راست میگویم، راست. فراموش نکنید ساختار ما محصول 5-10 ساله نیست، بلکه محصول 3 عصره می باشد. هدف ما نه تنها با یک گروه بلکه با رنگ‌های گوناگون و ساختارهای دیگرگون فعالیت کردن می باشد. این استراتژی ماست. چنان نقشه‌های بزرگی ساختم که آن را تنها شخصیت‌های زیرک درک می‌کنند. شخص‌های اهل فهم باشند. تا حال نقشه‌های ویران شدم را تغییر داده با آنها فعالیتشان را ادامه می‌دهند. به هر حال من خواطر میباشم آقای بران. هر یک قدم ما را آشکار میکنند. علاوه بر این مشکلی‌های خودمان را به سردارهای در بالا بوده فهموده نمی‌توانیم. ما آشکارانه شخصان نفقه‌خور انقلابچیانی که ضد حجاب برآمده بودند نامزدی آنها را برای وکیل ملت شدن پیشنهاد کردیم. سردارهای در بالا بوده نه راضی میشوند و نه رد میکنند. پس از عملهای در عرفه انتخابات نشان داده همان همیشه مغلوب شده ایستاده ایم. ملتچیان حقیقی باشد به ما باوری ندارند. اعتراضتون قبول کرده نمی شود. شما مجبور نیستید که به سردارهای در بالای سرتون بوده مشکلی هایتون را فهمونید. برعکس باید شما سردارها را راهبری کنید. آله جناب، ما از اول با این دولت داد و گرفت داشتیم. مرا گوش کن. داد و گرفت گفتنی چیز برای منفعت‌های حزب است. اکنون شعارمان را عوض می‌کنیم. دیگر داد و گرفت نیست. زنده باد انقلاب. این را بگو. اعتراض نکن. سخنهای گفته‌ام را اجرا کن. آخر آله جناب، بیماری‌های بدوا را به مجلس چگونه پیشنهاد کنیم؟ چه خیل معرفی کنیم؟ تا به امروز شکایت از این بیماری میکردیم. اگر حالا از این بیماری طرفداری کنیم درد سر خودمان میشود. حالا هم اعتراض میکنی ها؟ مرا دیوانه نکن. اگر بران بزرگ را صاحبی نمیکرد میدانستی که حالا کی بودی و چی میشدی. اگر یگید این صحنه را تماشا میکرد وای 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 میگفت. برای این صحنه نباید تعجب کنیم امدو. هرگاهی که این آدم ها عاید دموکراسی سخن میکنند جز از خود نشاندهی و دروغ چیزی نیست. آنچه که عیان است حاجت به بیان نیست. آلی جناب، سخنهای آنها دلیل شده نمیتوانند. آیا پیش رای آنها را گرفته نمیتوانیم چی؟ این سخنان و نوارها مثل گفته حکم دلیل را دارد ممدو. اینها را باید در حال به بالاترین مقامات رسانیم. زودتر از روی قانون دعوا را سر کردن لازم. آقای بران، در منطقه ما یک مشکل دیگری هم هست. نامزدهای بی‌طرف از چارچوبه ما برآمده آوازهای ما را می‌دزدند. از این سبب علیه نامزدهای هدف بودن مشکلی می شود. باید در این منطقه پیش راه فعالیت نامزدهای دیگر حزبها را نیز بگیریم. یک گروه صنعتکاران و روزنامه‌نگاران آزاد و حتی رئیس‌های دهات نیز طرفدار حزب اقتدار میباشند. نباشد همه آنها را تهدید کردن لازم. مخصوصاً برادر ترکوچو را. قابلیت جمع کردن آوازها را دارد. یک مرتبه قصد کشتن او را کرده بودیم، نمرد. اگر تکرار کنیم خلق از ما شبهه میکند. اگر فهمند که این کارا تو کرده البته که شبهه میکنند. اما مثلا یگان حادثه دعوای خونین رو یابی. اگر ظاهرا همچون دعوای خونین نشان دهیم کسی شبهه نمیکند. شخصیت های باقی مانده کار را درک میکنند. خصوصا قبیله ها تمامی نامزدهای بی‌طرف یا دست شما را بوسه میکنند یا اینکه کار رو من میبینم. از خون ریزاندن سیر نکردند. آیا این احمقان از کشتن سیر نکردند؟ موفق نشدن آنها وابسته از موفقیت ما می باشد. از این لحاظ ما باید از آنها دیده
ҳушёртар, ҷасуртар ва бисёртар ҳамла кунем. ин санъаткор ки бошад? ин бешарафҳо боз қасди ҷони киро доранд? гӯш кун мемду, коре карда ҳамаи онҳоро мувофиқи қонун таслим бояд кунонем, аммо ҳоло бояд каме сабр кард. оғои мазҳар фикри бар онро гурезонданатон ба ман бисёр маъқул шуд. Набошад аз ин ҳодисаҳо бехабар мемондем. барои шодӣ кардан ҳоло барвақт аст. то интихобот оромона нагузарад, мо роҳат нахоҳем кард. ана бинед рафиқон, дӯсти санъаткорамон ки пас аз қатли ӯ робитаҳои байни ҳизби иқтидор буда ва курдҳо бад мешавад. ҳорун туркчӯ имшаб бисёр баромади хуб мекунад. барои маргаш омодатар мешавад. албатта ки ин корро шумо анҷом медиҳед. ҳамеша орзу мекардем ки ин вазифаро мо иҷро кунем барони бузург. барои ин имкониятро бо мо доданат ташаккур мегӯем. олиҷаноб, ин вазифае ки ба уҳда гирифтед шуморо машҳур мекунад. ситора. лекин барои ин корро анҷом додан ба мо силоҳ лозим мешавад. муддати дароз шуд ки бо оғои Синон вона хӯрдаем. ин масъала ҳам ҳал шуд. шумо хавотир набошед. аз ин пас дигар бо Сино ҳамкорӣ намекунед, бо ман мекунед. силоҳҳои лозимаро таъмин кардам. ярақои навро бошад, худи ҳаме рӯз ба шумо тақсим мекунам. хости он бечора танҳо вакил шудан ба ҳизби иқтидор мебошад, ҳамин тар не? танҳо ин қадар не. набошад боз чӣ мехоҳанд оғои мазҳар, боз чӣ? санъаткореро ки қасди ҷони ӯро доранд дар назди курдҳо шаъну шарафаш баланд буда ҳама ӯро дӯст медоранд. ҳамин тариқ пеши роҳи ӯро гирифта дар минтақаи курдҳо баъзе аз мардумро фиреб дода фоида ба даст меоранд. яъне ки ӯро куштан мехоҳанд ки бо як тир ду нишон бизананд. мемдуҳ, кори мо сиёсат кардан ё ин ки кадом ҳизб чӣ қадар овоз гирифтан нест. мо маъмури ин давлат буда хизматгори халқ мебошем. ба касе ки овоз медиҳанд додан гиранд. вазифаи мо мардумро ҳимоя кардан мебошад. давлатро дар як низоми демократӣ овардан мебошад, мефаҳмӣ? барои ҳамин қадар набояд ин аҳмақон ин суиқасдро амалӣ кунанд. мемдуҳ, мо бояд пеши роҳи онҳоро гирем. пеши роҳи онҳоро мегирем оғои мазҳар. онҳо ба оғои ҳорун ягон кор карда наметавонанд. бале дӯстони азиз, ин қадар сухан кофист. ҳоло вақти кор аст. агар ягон сухан надошта бошед, вохӯрӣ ба охир расид. бояд қонунҳои худро мо ҳам ба сарқонун ҷойгир кунем. ҳукумат набояд танҳо худаш сарқонуни навро ташкил диҳад. маҷлисро торумор мекунем то ба якдигар ҷанҷол карда ягон коре карда натавонанд. миник ҷони ман, бисёр хуб сухан мекунӣ, аммо ҳамеша гапро дароз мекунӣ. бас кун, бигзор онҳо рафта аз паи кору борашон шаванд. рост мегӯед олиҷаноб, узр мехоҳам. бале рафиқон, вохӯрӣ ба охир расидааст. метавонед ки биравед. барори кор. то бози барори кор. با اجازت شما سردارم. ای خدا، کارها بد شد کو؟ آرزو؟ لبای اولی جنابم. سینان مرا حتما میفروشد آرزو. پس چی کار میکنیم سردارم؟ با فکرم همش را به نجیب فهمانده است. در دستی او حجتهای زیادی میباشد که باید آنها را گیریم. هر چه زودتر. یک دو نفر رو روان میکنم حجت ها رو میگیرند. بسیار خوب. کار سلاح‌های پنهان شده را هم در حال حل کن. اطاعت عالی جنابم. نمیخواهم به خطاگی راه دهید.
شخصی که به خطاکی راه داد سرش را میبریم. کارگرانت را آگاه بکن. راست میگویید اولی جناب. من حجت‌های در دست سینان بوده رو میگیرم. چی مگر یکان کاری نادرست شد؟ از محیط موج برآمدند، آنها را شنیده نمیتوانیم. سخنهای مهم را شنیدیم، چیزهای لازمی را هم دیدیم. ممدو، پس ما باید چیکار کنیم؟ پیش راه آنها را گرفته و مانع فعالیت‌های آنها میشویم آقای مظهر. بسیار خوب. اکنون نقشه های آنها را میدونیم. در حال از پی کار شدنمان در کار. یگید، نجیب سردار، آنها با چه کارها مشغولند؟ چنانی که میبینی یرکین کاندو از یک طرف حمله نمی کند. هر دوی آنها بسیار هم سرکار می باشند، با کارهای خود آورند. این کار به دوش تو امانت می باشد. یک کار کرده مانع این خائن ها شود. اطاعت سردارم. حجت‌های در دست سینان بوده برای ارکن کندو بسیار هم مهم میباشند. بله. کار سینان کرده به آنها خوش نمی آید. دیگر نمیخواهند که حجت‌ها در دست سینان ایستد. راست میگوید سردارم. آنها کوشش میکنند که حجت‌ها را از دست او گیرند. از احتمال دور نیست که در اینجا یک دو جاسوس آنها باشند. با دقت شدنمان در کار. سردارم، کلید خانه او را از کجا یافتی؟ از دست نوربانو گرفتم. تیار شو. می‌درایم. درها رفته. حجت ها را باید گیریم. گفته بود که حجت ها در درون خزینه اند. انشاءالله که رمز قلف خزینه را با شما گفته است. رمزش چی باشد؟ به فکرم روزی تولدش است. همین طور نه؟ قریب یافتی. خیری زنگ میزند. نبای خیری. سردارم، آقای سینان را از جراحی برآوردند. احوالش وزنین است. الپرین و نوربانو به اینجا آمدند. فهمو خیری، تو با امنیت آنجا مسئول میباشی. با دقت باش. اطاعت سردارم، برای با من باوری کردنتان باور کنید به نهایت خرسند شدم. زودتر شو خیری، زودتر. فرصت را از دست ندهیم. هرگز نمیدهیم، هرگز. بابا بابا جان، ای بابا، چرا به سرتون اینقدر بلا آوردید؟ بیا بابا جان، خودتون رو خسته نکنید. لابای آقای سینان. نجیب چه کار کرد؟ آیا حجت ها را گرفته توانست؟ حالا در خانه شماست. وقتی که کارها را تمام کردند نجیب را گپ زد به نزد من آید. به او سخنهای بسیار مهم دارم. من بابا ایسته. من آنقدر خوب نیستم، نمیدانم که زنده میمونم. من میمرم. بابا چی خیلی مردن؟ این خیلی سخن نگوید. همراهی دادم روزهای خوب را میگذرونیم. چی طوری که خودتون میخواهید شادی میکنیم. چون این سخن گفته خودتون رو غمگین نکنید بابا، ما شما رو دوست میداریم. آفرین یگیت،
رمزش چی بود سردارم؟ زارا نکن، نمیگویم. خدایا توبه. چرا نمیگوید سردارم؟ کو ببینیم در اینجا چی است. آها. در اینجا نقشه های کشیدهشان آید به انتخابات است. خیراش به قتل میرساند. همشان نقطه به نقطه نوشتند. اگر نقشه ای آنها عملی نشود، نقشه های احتیاطی ب و گ را هم تحریزی کردند. وای آچا جان، وای وای وای. اگر آنها این قوهشان رو برای آبادی دولت صرف میکردند، کیها باز به کیهان میرفتند. یکی در رسیدن کسی است. چرا به اینجا آمدیم؟ سلاح‌های در زیر خاک گرانیده شده رو امشب به گروه تروریستان تقسیم میکنند. سوء قصد تشکیل میکنند. گفتند که همه را به خاک یکسان کنید. کاش که این کار را به دوش ما میگذاشتند. مکافات پولیش 2 میلیون بوده است. پولی بسیار بوده است. انا خزینه ای که میجستیم. خزینه را بینید و در حال گشاده این شد. نوک از کجا برآمد؟ کسی ما رو مسخره میکند ها؟ نجوم آرام باش کبیا پسر آرام باش. نجوم گفتم. ما مسخره نمیکنیم شیرکا، ما روی راست عمل میکنیم. گفتنی که ما خیرسیم. آفرین کلت خوب کار میکنن. گویم تا اینکه تو را یادم چی که مینیک تعیین کنن. نه که وظیفه هم به خودم پیسند است. نجوم شما در اینجا چیکار میکنید؟ سوال بجا دادی. خودی شما در اینجا چیکار میکنید؟ با این نقشه ها و سلاح ها چیکار کردنی هستید؟ از ما یک کلمه هم فهمیده نمیتوانید. فهمو چیکار کنیم؟ یافتم سردارم، شاید او راست گوید. به فکرم اینها گپ نمیزنند. پس چیکار میکنیم؟ اگر اجازه دهید دیگه آنها رو به کارگاه اقرار شوی میبرد، مهمان میکند. گفتنی هستی که آنها سخن نمیکنند؟ بله، با آدم های اقرار میشدگی مانند نیستند. فهمو آیا خونی زیاد میرخته باشد؟ بله کمی میریزد. از برادران 1 گرم نمونه میگیریم. مایلش مادامی که مرا زاره کردی خوب شده است. برادران شما پیش رفتن گیرید. این برادر فابریکه مخصوص دارد. تا حال من هم ندیدم، اما تعریفش رو بسیار شنیدم. اگر به جای شما میبودم در حال سخن را سر میکردم. چی ها میگویی اکا؟ بزانو زنین میگوید. خاموش آرام باش. سردارم احتیاط کنید. سردارم شما اینها رو نگاه کنید. من رفته شخصی در بیرون بوده رو سرش نمیکنم. یکت با دقت شو. احتیاط کن. فهمیدم. حرکت نکن. را گرد. با این فعالیت فکر میکنی که من پیر شدم ها؟ اما تو باور نکن. ما رو به سمت گذار. به زمین. نجوم آرام باش. بیرون برو ترسون شد. برو. میبرایم ترهای آخرینت را هم پرون. برو میگویم. کجا شدی؟ بیا گفتی آمدم. مرحمت. کو گبزن چیکار میکنی؟ تو مگر نگفتن که تیرها را بیهوده صرف نکن؟ شیرکم راگرد میگویم. راگرد خم شو. دست ها به خفا. آرام باش. نجوم. راگرد زودتر. سردارم دیگرش مرد بگر. متاسفانه. راگرد
در دستمان باز دو پلید دیگر هست. آنها را باید به گپ درآوریم. به شما چی شد؟ پیر شدم یگیت. این طور نگوید سردارم. شما حالا این بر این 10 نفر را تنها خودتان مغلوب میکنید سردارم. 10 نفر را. سردارم با اینها چیکار میکنید؟ آدم های ما آمده میگیرند. تو حجت ها رو گیر. وقتی که از اینجا آزاد شوم میدونی اول چیکار میکنم؟ یک دسترخوان پر از ناز و نعمت میآرایی. تا سیر کردن و کفیدن خوراک میخورم. آیا در این دسترخوان سری نجیب و یگیت هم میشود؟ بسیار خوب میشد، اما دل من طاقت اینقدر هیجان رو نداره شیرکم. یک دقیقه خانم همشیره. دیگه از خیالهای ما همش خامند. اوه شیرکم، تو همیشه خودت رو ناامید حساب میکنی ها؟ این خیلی نه. آخر بین ما رو کسی نجات نمیدهد. انا نگاه کن از در کی میدراید. امروز حالتان چی خیل است؟ بسیار خوب هستیم. خودت چی خیل هستی؟ خوبم. این دارو رو گیرید. شما رو در یک لحظه به پا میخیزاند. خانم همشیره این طور نگوید، نباشه لیلا خانم غمگین میشود. بخشش که من نفهمیدم. خانم همشیره لبای بالشتم را کمی بردارید. مایلش. وظیفه‌تان را بسیار خوب اجرا میکنید. آفرین. حالا به نزد سینا میروم. وقتی که او را پروندم از اینجا گریزید. خانم لیلا، کاری من در اینجا تمام شد. کمی دیگر ماند. برای کاری تو را تمام کردن مدتی کم مانده است. میبخشید اما شما رو یکم مرتبه ندیده بودم. اکنون دیدید. شخصی که اینجا خدمت میکرد حالا در تعطیل میباشد. ببخشید نامتون چیست؟ آیشه گل دلماز. تشکر، بسیار خوب. با من اجازه دهید که بیروم. آخر بیماری‌های دیگر ما را انتظارند. البته کارتون را کنید. آرام. حالا نوبت تو هم میآید. نگران نباش. کنیکس کمی سروگش کنیم. تعریف اینجا را شنیده بودم، لکن ارزنده بوده هست شیرکم. و جای تو بودن رو نمیخواستم. آقای یگیت بخشش متخصص بود. نه، جراحی چقدر دوام میکنه؟ سردارم راستی گپ این وابسته به طاقت برادرمان میباشد. بعضا مثل بلبل سرایده بدون چاک کردن نجات مییابند. بعضا خودشان را پرقوت نشان داده مجبور میکنند که جراحی طول کشد. کاش با فکر تو این برادر از کدام یانها میباشد؟ با فکرم که سری او را شکستن بخشش سری او را سوراخ کردن لازم میآید. الو خیری، با تو یک نمره میدهم کنی دیده برو؟ کی بوده است؟ همشیره آیشگو دلماز. کنی فهمیده برو؟ این گونه همشیره در بیمارخانه کار میکند؟ مایلش از شخصی مسئول بوده پرسان میشوم. بچه ها من یک کار دارم. بابایتان رو به شما امانت میسپارم. مایلش شکای خیری، ما بابایم رو نگاه و بین میکنیم. نجیب را زنگ بزن. پیش از مردنم با او واخوردنم لازم.
майлаш оғои Синон, нигарон набош. охир дар назди кӯдакон сухани мурданро нагӯй, ҳоло шумо ҷавон ҳастед. бобоҷон, моро ғамгин карда мехоҳед? кӯкабзан, оё ту четин чевез нести, пеш аз суроғ кардан ба нугин асбоб то ин ки ба ёдат монад бо диққат нигоҳ кун. хуб бародар, фикр кун набошад дастгоҳи суроғкунӣ саратро бо сурати баланд суроғ карда ба мағзи сарат медарояд. вой, ман нигоҳ намекунам. майлаш мегӯям با این سلاح ها سویقصد میکنن. سویقصد میکنن؟ برزیدی کی؟ گبزن برزیدی کی؟ گبزن شخصی که خلق رو بسیار دوست میدارد مدیری امنیت. در حال این خبر رو با آقای مظهر باید رسانیم. الو آقای مظهر. لبه یگید سردارم امشب علیه مدیری امنیت سویقصد تشکیل میکنند. یگید کسی که این خبر رو با تو داده است دروغ میگوید. دروغ میگوید؟ بله، مدیر امنیتی که تو میگویی در خارجی است. امشب سویقصد را علیه ترکوچو هارون میکنند. شما راست میگید آقای مظهر؟ بله راست است. شما آن شخص را به گپ در آورده حقیقت را فهمید. رسید احمق، زبانت را میبرم. تو دیگر به من دروغ نگوی. آخر به هارون سویقصد میکنند. با خدا که راستش را گفتم آقا. دروغ میگویی، به من دروغ میگویی تو رزیل. علیه مدیر امنیت امشب سویقصد میکنند. عجبا، آقای مظهر از کجا فهمیده است که علیه هارون سویقصد تشکیل میکنند؟ چی گفتی یگید؟ نمیدانم. وقتهای آخر رو از ما دیده فعالتر است سردارم. روز بخیر آقای مأمور. تشکر خانم همشیره. سلام آقای سینان، به شما دارو آوردم. اینقدر زیبایی. به آقای سینان چی میشوی؟ کنی بگو؟ نبیرش. چیکار میکنیم سردارم؟ کاری همه وقت رو میکنیم میگید. وقتی که مانده شدن آزادشان میکنیم. با کمک احتیاج داریم سردارم. لیلا و خیری رو همراه خود میگیریم. سردارم، گویا که در این تشکیلات یگان نفری دیگر نمانده است. چرا آنها رو میگیریم؟ آیا همیشه با آنها کار میکنیم؟ خیری میشود اما لیلا هم کاری بد نیست یگید. آخر سردارم ناحقی میشود. پس او رو چیکار میکنیم؟ او رو آدم های ما آمده میگیرند. خیر از ما خلاص شده، اما از پیکاس چل خلاص میشوی اینش رو نمیدانم. در محبس پیکاس تو رو دوست میدارد یا اینکه لطوکوب میکند؟ اینش را بعد خودت میفهمی. ممدو نباید هارون ترکوشو را به قتل رساند یگید. به خدا قسم سردارم، بعد از این در کجایی که ممدو را بینم او را میپرارم، دیگر رحم نمیکنم. یگید بیا، زودتر به بیمارخانه میرویم. میرویم سردارم. آقا ما را سردید. گوش کنید جناب، شما اشتباه میکنید. من نه جیجیکا نه دولت میگویم. من در راهی سیاستی مردم میباشم. جیجیکا تمثیلگری مردم کورتها شدن نمیتواند. اگر جانم را هم گیرند از سخنی حق گفتن بر نمیگردم. برای حل مشکلات مردم کورد به مجلس میدرایم. این را باشد خودی همین شب در برنامه خود داخل میکنم. امیدوارم که طرفدارانم برنامه مادامی که دعوت شده ایم پس میرویم. حجت های فرقت سرال آماده هستند؟ بله جناب. فهما. سلام، گوش کنید. اوی شگول ای چی بود؟
дар ин ҷо оишагул далмаз гуфтани ҳамшира кор мекунад. ношинос метобад ку як бубинем. майлаш. не бародар, ин хеле ҳамшира надорем. нест? як дақиқа яъне ки дар ихат чунин одам вуҷуд надорад? бале, надорад. ҳуҷҷатҳоро ба отоқи ман бубаред. майлаш. лабай хайри. оишагул далмаз гуфтани ҳамшира дар ин беморхона кор намекунад. шояд ки ҷосус бошад. бо диққат шавед. лайло, алло. ман ҳоло сӯзандору мегузаронам. шумо дар берун интизор шавед. ман ки баромадам, бас шумо дароед. хуб шудааст. алперин, нурбону. биёед. بیا با من خیر باد کن. دیدار به قیامت. نور ҷазои хиёнат марг аст. пикас ба шумо салом гуфт. шумо дар нақша набудед. дигар чоре надорам. чеҳраи маро дидед? маҷбурам шуморо паронам. эй аба қамчо. бобо. базму бозӣ сар шуд шеракам. зудтар шав, зудтар бош. ёрӣ диҳед! ёрӣ диҳед! бабай, боз чӣ шуд? хостем ки дуро дар назди дар накушем. зудтар бош. шикаст ту бирав. оё ту маро аз пас ҳимоя мекунӣ? зудтар шав. ӯро ҷаноза намекунем. лозим нест. охир вақт надорем. биё зудтар аз ин ҷо биравем. зуд бош. илтиҷо мекунам, маро накушед. мо қотил нестем. зудтар гап зан. одами ки ҳастӣ? пикас. одами пикас ҳастам. барои гурехтанаш маро вазифадор кард. ман дида мебароям. илтиҷо мекунам, ягон духтур ояд. мурдан намехоҳам.
بچه زودتر. کنی گپ زن زیافت را در کجا میخوریم؟ اول از نجیب و یگید خلاص شویم. در دم آخر یگان حادثه میشود، حتما میشود. برادر در اینجا چی گپ است؟ یک بیمار و یک پلیس رو پروندن. تو چه ها میگویی؟ کدام بیمار رو؟ سینان یلدوز رو. نخواد. سینان یلدوز؟ جان کنیش بسیار دوام نکرد. زودتر شو و تا باید از اینجا برویم. ماشین یاروی تجلیل رو میگیریم. باوریم نمیآید. زودتر بابا آرام شوید بابا جان دیدی باز ما رو ترک نکنه. آرام شوید بچه. بچه آرام شوید. شد آرام شوید بچه. آنها را گسه بس. گیر بر. سینان را کی پروند؟ یک همشیره خلوکی پرونده. چه خیل پروند؟ ای خدا. همدردیم رو قبول کنید سردارم. بعد حادثه آمدنتان چی شد؟ پیک از هم گریخته است یگید. همینش نمیرسید.